ببین برادران عزیز گرامی، جنازه دامالله حکمت الله ساعت 11 در دهه غلمان ناحیه تاجیک‌آباد برگزار شد. برای ویدا با این روحانی شناخته هزارها نفر به ناحیه تاجیک‌آباد سفر کردند. یکی از حاضرین در جنازه گفت که حساب دقیق شرکتداران را گفتند مشکل است، اما تقریبا حدود 20 تا 25 هزار نفر در جنازه شرکت داشتند. به گفته او افراد زیاده با سبب از سرماشینی بسته شدنی را به مراسم جنازه نرسیدند. دامالله حکمت الله شب 13 اپریل در 80 سالگی درگذشت. مولوی محمد فتح الله پسر بزرگ او روز 14 اپریل به رادیوی آزادی گفت پدرش 4 روز اخیر بستری بود و از بیماری زکام رنج می برد. وی افزود روحانی چند ماه پیش در بیمارستان قریه بالا در دوشنبه نیز معالجه گرفته است. دامالله حکمت الله تا آخر عمر اعضای شورای علما یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان بود. خصوصا در وقت‌های مهم بارک رمضان یا در وقت‌های عید قربان برای معین کردن مشخص کردن حتما با افراد نزدیکان یا که با خود دامالله در تماس می‌شدند و از اون مصلحت‌ها می‌گرفتند. ولی برخی روحانیان به حرف‌های دامالله حکمت الله موافق نبودند. از جمله نظرهای او درباره واجب بودن اطاعت پادشاه و به مسجد نرفتن زنان بحث‌های را به میان آورده بود. گروه هم این روحانی شناخته را برای خاموشیش در برابر محدودیت‌های دینی در کشور تنقید می‌کردند، ولی دامالله حکمت الله تا آخر عمر به این گونه بحث‌ها زیاد همراه نشد و هرچند بعضی شاگردانش گفتند رویه‌های نو پیدا شده در دین را قبول نداشت. در آسیای میانه مانند دامالله حکمت الله شخصیت دانشمند وجود نداشت، چون که از شاگرد دامالله قاری محمد جان قوقندی بودند که در نزد او خوانده بودند و او کس در هندوستان تحصیل کرده بودند و از تمام علوم شرعی آگاهی نهایت خوب داشتند. دامالله حکمت الله تاجیک‌آبادی تعلیم ابتدایی دینی را در زمان شوروی سابق و در نزد ملا نعمت الله، دامالله جوربک غرمی، دامالله نظری، دامالله خوجه کلابی و دامالله شیرعلی اندیجانی گرفته، سپس در مکتب مولوی هندوستانی تحصیل کرده است.